السلام علیکم بینندگان محترم. در این ویدیو می‌خواهیم شرط پاک بودن از نجاست‌ها در نماز را برای شما بیان بکنیم. امیدواریم که این ویدیو مورد پسند شما قرار بگیرد. یکی از شرایط صحیح بودن نماز پاک بودن از نجاست‌ها است که اگر در نماز بدن یا لباس یا همراه نمازگزار چیز نجس باشد نمازش صحیح نیست. نجاست‌ها عبارتند از بول، پیشاب، مدفوع، اخلاط. در مورد بول و مدفوع باید این را بگویم که بول و مدفوع انسان و حیوان حرام گوشت نجس است، ولی بول و مدفوع حیوان حلال گوشت مثل گاو، مور و گوسفند نجس نیست. سیوم منی. در مورد منی باید این را بگویم که منی انسان و همه منی حیواناتی که خون جهنده دارند نجس هستند، حتی اگر حیوان حلال گوشت باشد. حیوانی که خون جهنده دارد به این معنی است که اگر اون حیوان را ذبح بکنیم خونش با فشار و بیرون میپرد. چهارم، مردار. مردار حیوان مرده را میگویند. 5. خون. 6. سگ و خوک. 7. کافر. 8. شراب و همه مایعات مست کننده. این 8 مورد اگر در وقت نماز همراه نمازگزار باشد یا اینکه بدن نمازگزار به اینها آلوده باشد یا اینکه لباسش آلوده باشد نماز صحیح نیست. اگر سوال یا پیشنهاد درباره محتوای این ویدیو داشته باشید در تگ همین ویدیو نویسید، انشاءالله که ما جواب میدهیم. بینندگان محترم، اگر میخواهید نوارهای قصه های قرآنی، احکام شرعی و نوارهای ترجمه قرآن با زبان تاجیکی را مشاهده کنید، مرحمت در کانال ما ابونه شوید.